یکی از سمت‌های اساسی فعالیت وزارت کارهای داخلی این پیشگیری حادثه‌های سوختار به شمار می‌رود. کارمندان سرریاست خدمات دولتی آتش‌نشانی با مقصد رعایت قاعده‌های بی‌خطری از سوختار پیوسته در بین جامعه کارهای فرماندهی و رید و سنجش‌های مقصدناک دایر می‌نمایند. چند پیش از طرف سرریاست خدمات دولتی آتش‌نشانی وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان نوار تلویزیونی اوید به حالت‌های رعایت نشدن معیار و طلبات قاعده‌های بی‌خطری از سوختار در خوابگاه رقم 2 کالج تکنیکی دانشگاه تکنیکی تاجیکستان واقع در کوچه رحمان نبیوف 268 کسر 1 ناحیه سینای شهر دوشنبه نمایش داده شده بود. پس از پخش نوار مذکور از طرف رهبریت کالج تکنیکی جهتی برطرف نمودن کمبودی‌های جای داشته چاره تدبیرهای ضروری اندیشیده شده‌اند. از جمله سپرهای آتش‌نشانی با مقدار ضروری واسطه‌های اولین درجه آتش‌نشانی تامین کرده شده، سیستم اتوماتیکی از سوختار واقف کننده تعمیر کرده شده است. داخل بینای خوابگاه با گوشه و عیانیت‌های ضد سوختاری، نقشه تحلیه آدمان و شماره ضروری آتش خاموش کنک‌ها تامین و مجهز کرده شده، راه‌های برآمد از هر گونه اشیاءها آزاد کرده شده‌اند. در برابر این پیوست کابل ناقل‌های برقی طبق معیارهای عمل کننده اجرا کرده شده، وصلک‌های برقی کارناشایم عوض کرده شده‌اند. همچنین جمعک‌های آتش‌نشانی داخل بنا با روده و میل‌ها مجهز کرده شده، حالت آبدهی آنها از سنجش گذرانیده شده است. اسباب و تجهیزات‌های معیشی در حالت صدمه‌ای بوده از حجره‌های دانشجویان گرفته شده‌اند. همچنین وضع بی‌خطری از سوختار خوابگاه دانشجویان تحت نظارت دائمی رهبریت کالج تکنیکی قرار داده شده. من بعد منتظم از جانب آنها کارهای نظارتی در این سمت گذرانیده خواهند شد.